سلام. تا فصل توت فرنگی تموم نشده همگی با هم بیاین یه مربای خیلی راحت و خوشمزه توت فرنگی درست کنیم. اول توت فرنگی ها رو تمیز بشورید و خشک کنید. خب برگای توت فرنگی رو ازشون جدا میکنیم. من از شکر 2:1 استفاده میکنم که برای 1 کیلو توت فرنگی 500 گرم شکر نیاز دارم. نصف توت فرنگی ها رو داخل قابلمه میریزیم، روشون رو کامل شکر میپاشیم، بعد بقیه توت فرنگی ها رو روی اون اضافه میکنیم و دوباره روی توت فرنگی ها کاملا شکر میپاشیم. در قابلمه رو بذارید توی جای سرد 12 ساعت به توت فرنگی ها استراحت بدین. همونطور که میبینین کامل آب میندازه. بعد بدون قطره اضافه کردن آب قابلمه رو روی حرارت بذارید و تمام کفهای روی مربا رو بردارید. دورگیری مربا یادتون نره. بعد تقریبا نیم ساعت مربا باید بجوشه. بعد در اواخر کار کمی بهش آب لیمو اضافه میکنیم که مربا بعداً کپک نزنه. همینجوری باید تمام کفهای روی مربا رو بردارین تا اینجوری مربامون شفاف بشه و میذاریم سرد بشه و بعد داخل ظرف شیشه‌ای مناسب مربا رو بریزید و به به ببینید که چقدر خوش رنگ و خوش طعم نوش جان.